اگه تو هم شبا سخت خوابت میبره، بیا تا یه راه ساده بهت بگم. با این 5 تا گیاه که بهت میگم، نه اسپری شیمیایی زدی، نه خوشبو کننده مصنوعی، نه فیلتر هوا روشن کردی، ولی هوا خالصه، ویروس و پشه صفره و خوابت عمیق و بدون کابوس. استخواددوس معروفه به گیاه آرامش بخش، فضای اتاقت رو ویروس کشی میکنه و اضطرابت رو کاهش میده. سانسفریا یه تصفیه کننده قویه، شبا دی اکسید کربن رو جذب میکنه و اکسیژن رو آزاد میکنه و سموم تو هوا رو فیلتر میکنه. روزماری یه ضد باکتری قویه، ضد عفونی کننده است و هوای اتاق رو تمیز نگه میداره. عطر طبیعیش میتونه حشرات رو از اتاق خواب دور نگه داره و هورمون کورتیزول که همون هورمون استرس هست رو کاهش میده. نعنا فلفلی باعث باز شدن راه‌های تنفسی و کاهش سردرد میشه. دشمن ویروس و پشه است. نخل بامبو به رطوبت محیط کمک میکنه و فضا رو زنده و سالم نگه میداره. لطفاً این ویدیو رو لایک کن و کانالمو سابسکرایب کن، چون قرار کلی اطلاعات مفید و علمی در رابطه با سلامتی به زبون ساده بهت بگم.